خبر فوری با لغو بازی دو تیم سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان در شبی چپسوز تماشاچیان فاشیست سلطنت طلب مرکزگرا در استادیوم ورزشی یک صدا چنین فریاد دادند: ایران بز کوهی نداره، حساب کتاب نداره. معصومه کجایی به داد ما بیایی و اسماعیل کجایی بابات بذاریم. اینا رو من نگفتم ها، اونا گفتن ظاهرا. حالا از طنز داستان بگذریم. میخواستم این عنوان بکنم به جماعت چپولی که یک عمر مقاومت کردن در برابر فهمیدن و حتی امشب در این اتفاقی که افتاده و مردم یک صدا رضا شاه روحت شاد رو فریاد زدن، گفتن که این به منزله پادشاهی خواهی نیست. باید عرض بکنم که عزیزم، آبو بریز اون جایی که سوخته. آره فدات شم. و در انتها یادی بکنم از اون الدنگی که برای خونخواهی قاسم کتلت میگفتش که رهبر اگر فرمان دهد ویرانه شود شهر تلاویو به زودی، والله که نماند خبر از آل سعودی. میدونین امشب اصلا یه همچین حس و حالی دارم.